امشب میخوام یه مقداری برای مهدی گریه کنیم، خیلی بیکسه. خیلی بیکسه مهدی، خیلی تنهاست، کسی رو نداره پسر فاطمه. خیلی دلم سوخت. یه جوون تهرونی به من میگفت دیوونه شده بود، دیوونه شده بود، خدا شاهده، مثل تخمه رو ماهی تابه که برشتش اینجوری بود، میلرزید. من دستشو گرفته بودم، گریه میکرد، میخواست بمیره. چته؟ گفت حاجی من یه خوابی دیدم. گفت چند شب پیش خواب دیدم صدا آیفون خونمون بلند شد، گوشی رو برداشتم، رو صفحه آیفون منزلمون یه سید روحانی جوانی دیدم، قد خوشگل بود، نورانی بود. گفتم بفرمایید. گفت منزل فلانی، اسم ما رو برد. گفتم بله شما؟ گفت من سید مهدی ام، اجازه میدی بیام تو؟ در باز میکنی بیام تو؟ میگه یه وقت تو عالم رویا دیدم ماهواره است، پاسوره، چیزای دیگه است. گفتم وای با این وضع امام زمان. گفتم آقا جون قربون قدماتون برم، 2 دقیقه صبر کنید من خونه رو آماده کنم تشریف برید. گوشی رو گذاشتم و خونه رو هرچی دستم بود که میدونستم مهدی پسند نیست، همه رو جمع کردم ریختم توی انباری تو زیر زمینی جایی، دویدم دم در خونه، دیدم آقا نیست، از کوچه ما داره میره بیرون، آماده باشید. میگه توی این همه کوچه که داشت آقا میرفت بیرون یه نگاه به من کرد، گفت اشکای چشم مهدی رو دیدم. یه نگاه به من کرد، گفت خدایا در خونه تک تکشونو زدم، یه نفر منو رام نداد. همه گفتن 2 دقیقه صبر کن. کسی منو رام نداد. آقا قربونت برم، ای آقای بیکس، ای آقای تنها، رو کدومای ما میتونی حساب باز کنی؟ باید مثل رقیه منتظر باشی، مثل رقیه انتظار بکشی. هی میگم عمه من آب نمیخوام، من بابام حسین رو میخوام، عمه من برا شکمم گریه نمی کنم. اما وقتی سر بریده امام زمان شدیم، یه وقتی در سر یه طرف بگو یا حسین. صدای ناله زین العابدین بلند شد، عمه عمه خواهرم رقیه از دنیا رفت، دست تو بلند کن 3 مرتبه یا حسین.